یلا نه دست نزه به دیوار قول نده. آخی نه نشستم که نیوم. پشت تو مواظب باش. میدونی رو چی نشستی؟ دیوونه اینو بگیر که نریم قایق. این لنگر کار دستتون میده. خلوت کن، من خودم قایق رو نگه میدارم. ولش کن، جاشو خلوت کن. بیا این ور فقط داداش، بیا این ور. پایین پاته. نه این ورتر عادی. این ور. بیشتر همینه. یالا. بپری هم اوکی ها. شو. ماشاءالله. حالا حالش بره داری. برو. حالا پارو بزن. رفته بودم. داشتی میرفتی ها. کله داشتی رفتی پس گرفت تو قایق پس. چپلی منو بدین. چپلیهش هم بیار. اما تناوب هم چرا گذاشتم اون زیر. آریا تناوب بکش بالا. طرف بکش بالا میره زیر پامون. ای شیرم بگم. جگری پول قاچاق مخری. نه حالی آجی نه چه حالی میده از این وسط دریا که اینو بگیرید قشنگ وقت دست بریم بگیرید. آوربانک هم رفتم نمیشه. به خدا دیگه واقعا نمیشه. آنجا بیام. ست هم میشه 700-800. دیوار رو ببین علی. اینجا بیام. این زمان درسته که من خود عوض کردی خب میخوای شماره مسکن من نبود. کجا رفت؟ راهانو زنگ بیا. رفت کجا؟ بفرست برام. چرا مغازه؟ به سر رو ببین. به شوار رو بگیر مال ببخش قضاوتت شما ببخش. فوش دادیم بهش کل 1 کیلومتر میگه دست مگی. حالا یک سرمایه میسن سجاد دنده دوش جا نمیره. باعث با پا میده بیه همه ببخشید نه بابا اختیار داریم میرفتیم ولی فراموش نمی‌کنیم. Gostam sul model, نمیدی بودونه. سلام، خوبی آقا فراد؟ قربانه این ماهی رو که میبینید بهش میگن ماهی توبان. تون یعنی در کل همون ماهی میشه که تون ازش استفاده میکنن. این ماهی ها در حد
40 کیلو 50 کیلو 100 کیلو هم میرسن مثلا این در حد اونا که بشه بهش میگن یه اسم دیگه است بهش میگن گیدیر میره هم دیگه خلاصکی میشه ولی خب بهترین طعمش الان در حد همین نیم کیلو 1 کیلو است که ما استفاده ازش میکنیم خب الان هم بچه‌هایی که داریم میبینید دارن اینا از دو طعم محلی بهش میزنن از یه کاری محلی دیگه 15 دقیقه برسیم این ماهی رو که میبینید بهش میگن ماهی گل میگه شکار آقا مهدی دوستمون و این ماهی هم که میبینید بهش میگن ماهی عگلان عگلانی که ما بهش میگیم سر اینه که یه دونه نشونه اینجا داره ببین یه دونه نشونه مشکی هر دو طرف بدنش داره بزرگ که بشه دیگه چیزی دیگه بهش بزرگ که شد دیگه بهش میگم سرخو الان در حال حاضر بچه سرخو عگلان به به اینو میگه که داره بازش کنه وای سچه مله عجب چیزی بچه شروع کنی دور بوده آب دارن همه شون آب دارن این خاکه نه پشت گیرم نیم خاک نه ریزی نه همه آب دارن که حالشون مثل اوش تو زانی نکری دینی چی؟ میگم یه بیم خاکه چی گفت؟ به دلت راه نده یه حالی بود یا خوشیه اینجا هم هرموز شب آب قط الان اینجا معمول آب میاد از همون پول آب میگیره محمودا کجا؟ کنتاتون کجا؟ محمودا اومده منصور مرگ آقا حسین چی میخوری تو؟ ملح زیادی نه الان شوره خوردی تا حالا فقط چیه؟ ناکن ملح داداش اینجا یا بشین خاک عمر بود واقعا عمر تموم نشده کس خودش وقتی حرف نزن آدویه کاری فردا میتونی بیایی همچین چیزی داشته باشی اگر نکنی چه امتحان میشه همه هم کنم آخوایی نه چیزی ول کن داود دیگه حالا چرا فرسته پنج جورشته خرابه آخر باشه بس بری دیگه نمیدونم اینجا بس همونو نشده حسین